مقاله ای رو مطالعه می کردم که بر روی افرادی که نیاز به جراحی آرتروسکوپی زانو داشتن تحقیق شده بود. مینیسک زانوی آنها پاره شده بود و نیاز به ترمیم داشت. پزشکان به عنوان بخشی از مطالعات خود از خانواده تعدادی از بیماران اجازه گرفتند تا فقط تظاهر به انجام عمل کنند. آنها به جای انجام عمل ترمیم مینیسک زانوی بیمار را بیهوش کرده و یک برش کوچک بر روی زانوی آنها ایجاد کردند. گویی کاری بر روی زانوی آنها انجام دادند. وقتی بیماران به هوش آمدن فکر می‌کردند که جراحی داشتند. جالب اینجاست که بعد از 2 سال افرادی که جراحی جعلی انجام داده بودند درست به اندازه افرادی که جراحی آنها واقعی بود از احساس درد فارغ شده بودند. لابد با خودتون فکر می‌کنین بیمارانی که جراحی نکرده بودند هیچ دردی نداشتند، زیرا ذهن آنها فریب خورده بود، ولی اینطور نبود. هنگامی که به مرور زمان پزشکان زانوی آنها رو معاینه می‌کردند، می‌تونستند بهبودی که در زانوی آنها حاصل می‌شود را حتی بدون عمل جراحی ببینند. پزشکان به این نتیجه رسیدند زمانی که ذهن انتظار بهبودی را می‌کشد، حتی بدون عمل جراحی نیز این اتفاق می‌افتد. تنها فکر کردن به بهبودی زانو انجامیده بود. ذهن خود را برای موفقیت برنامه‌ریزی کنید. چند نفر ذهن خود را طوری برنامه‌ریزی کردند که انتظار شکست، سرخوردگی و معمولی بودن داشته باشه. آنها هزاران بار گفتند من هرگز خوب و سالم نخواهم شد. سپس ذهن آنها با توجه به این تفکر منفی به کار خود ادامه می‌دهد و این پیام را می‌فرستد: بیایید اطمینان دهیم که او هرگز خوب نمی‌شود. بیایید التهاب، بیماری و ناراحتی ایجاد کنیم. چه تعداد از افراد در طول روز احساس حقارت، بی‌لیاقتی و ناامنی می‌کنند؟ ذهن آنها می‌گوید من دستورالعمل‌هایم را دریافت کردم. بیایید آنچه که آنها می‌خواهند را انجام دهیم. من باید مطمئن شوم که آنها دست و پا چلفتی و کودن هستند و هیچ ایده خوبی ندارند و دچار اشتباهاتی خواهند شد. مشکل چیست؟ آنها به گونه‌ای ذهن خود را تنظیم کرده بودند که به طور خود به خود به سوی شکست حرکت می‌کنند، وگرنه ذهن آنها نیز به طور معمول کاملاً عالی عمل می‌کند. خبر خوب این است که ذهن آنها نیز در جهت درست حرکت می‌کند. هنگامی که شما در طول روز با خود می‌گویید من مجهز هستم، من توانمند هستم و از توانایی خوبی برخوردارم، آنگاه ذهن شما دست به کار شده و می‌گوید بیایید مطمئن شویم که این شخص به هوش سرشار، مهارت عالی، خلاقیت و متکی به نفس بودن مجهز و ایمن خواهد بود. اصلی وجود دارد که میگوید مراقب ذهن خود باشید. امکان دارد در حال دست و پنجه نرم کردن با بیماری خاصی باشید، اما هرگز نباید بگویید من هیچ وقت خوب نمیشوم. به جای آن بگویید من روز به روز بهتر خواهم شد. سلامتی و بهبودی به من رو خواهند آورد و خداوند جوانی مرا از نو خواهد داد. این گونه مغز دست به کار می شود تا به همه اعضای بدن دستور دهد و بگوید آیا می شنوید او چه می گوید؟ او می گوید حالش خوب است. او قوی و سلامت است. بنابراین دست به کار شوید و بهبودی و سلامتی را برای او برمغان آورید. سلول های جدید بسازید و به او قدرت، نشاط و انرژی ببخشید. شاید الان در دام اعتیاد اسیر هستید. هرگز نگویید من نمیتوانم اعتیاد را ترک کنم. من سخت به آن مواد وابسته شدم. اگر شما باور دارید که یک معتاد هستید، پس برای همیشه معتاد خواهید ماند. وقتی بر افکار منفی و شکست خورده تمرکز می کنید، همه سیستم بدن خود را مسموم می کنید. در واقع شما به مرکز فرماندهی خود یعنی ذهن دستور شکست، معمولی بودن و سرخوردگی می دهید. وقتی سعی می کنید لاغر شوید، هرگز نگویید من هرگز نمی توانم وزن کم کنم. اندامم بسیار نافرم شده است و متابولیسم بدنم به هم ریخته است. به طوری که حتی اگر کل روز ورزش کنم باز هم هیچ تغییری حاصل نخواهد شد. وقتی چنین کنید ذهن شما به سیستم بدنتان دستور می دهد به هم ریخته بمانید و همه کالری ها را ذخیره کنید. ولع برای غذا را ایجاد کنید. تمایل به ورزش را از او دور سازید. مطمئن شوید که او احساس بدی داشته و تمام انرژی خود را از دست می دهد. اهمیتی ندارد که چه احساسی دارید و در چه شرایطی زندگی می کنید. هنگامی که صبح از خواب بیدار می شوید بگویید
من لاغر می شوم. من به وزن دلخواهم می رسم. من قوی، سلامت و پر انرژی هستم. من می توانم خودم را کنترل کنم. من خوب هستم و جذاب به نظر می رسم و خوب فکر می کنم. مثبت فکر کنید. نکته این است که نباید به هر فکری که به ذهن شما خطور می کند مجال خودنمایی بدهید. شما باید در ورودی ذهن خود را کنترل کنید. اگر فکری منفی و ناامید کننده باشد و یا شما را به سمت پایین بکشاند، آن را پس بزنید. بر روی آن تمرکز نکنید و در را به روی آن ببندید. اگر ذهن خود را با افکار درست پر کنید، دیگر جایی برای افکار اشتباه باقی نخواهد ماند. در تمام طول روز باید بر روی چیزهای مثبت تمرکز کنید. قرار است اتفاقات خوبی برای من بیفتد. من قوی، سالم، با استعداد و منظم هستم. من از اطراف خود لذت میبرم. فرزندان من در این سرزمین برومند خواهند شد. من به یاری پروردگار بر هر کاری توانا هستم. من این آزمون شیمی را به خوبی پاس خواهم کرد. من شخص مورد علاقه خود را ملاقات خواهم کرد. من بر این مشکل فائق خواهم آمد. بهترین روزهای من هنوز در پیش روی من است. هنگامی که ذهن خود را با افکار امیدوار کننده، موفقیت آمیز و سرشار از ایمان پر می کنید، در واقع بر چیزهای خوب خداوند تمرکز کرده اید. تصمیم بگیرید که بر روی افکاری تمرکز کنید که به شما قدرت و انگیزه می بخشد و شما را به داشتن ایمان، امید و شادی تشویق می کند. نبرد واقعی در ذهن شما رخ می دهد. درباره بانویی می خواندم که سالها از بیماری رنج می برد. او پزشکان مختلفی را دیده بود، اما هیچ یک از بیماری او سر در نیاورده بودند. او خیلی منفی باف بود و همیشه می گفت که هرگز خوب نخواهد شد. او مانند آهنربا بیماری را به سوی خود جذب می کرد. در طول روز بر روی چه چیزی تمرکز می کنید؟ این همان چیزی است که به سوی شما جذب خواهد شد. این خانم نزد پزشک دیگری رفت و نالان به او گفت که هرگز خوب نخواهد شد. او دائما نظرات منفی خود را ادامه داد. دکتر متوجه نگرش منفی او شد و تصمیم گرفت که به او یک نسخه غیر عادی دهد. او قبلا چنین کاری نکرده بود. دکتر گفت: من از تو میخواهم هر ساعتی که از خواب بیدار میشوی حداقل 6 بار بگویی هر روز حال من بهتر و بهتر میشود. برای این خانم کمی عجیب آمد. بنابراین به دکتر گفت: دکتر، من این کار عبث را نخواهم کرد. من از شما داروی واقعی میخواهم. دکتر گفت: نه، شما به دستوراتی که دادم عمل میکنید. سپس ما در مورد آنچه در مرحله بعد باید انجام دهیم با هم صحبت میکنیم. بیمار روزی 50 تا 60 بار این کار را انجام میداد. مدتی بعد دیدگاه او تغییر کرد. در طول چند روز احساس کرد که حالش بهتر می شود. 2 هفته بعد او قدرت خود را باز یافت و شادی او بازگشت. 1 ماه بعد او به شخص دیگری تبدیل شده بود. تمام علائم بیماری محو شده بود. بعد از 1 ماه او نزد دکتر رفت. دکتر به آزمایش خون او نگاه کرد و گفت همه چیز کاملا طبیعی است. چه چیزی تغییر ایجاد کرد؟ او تفکر خود را تغییر داد. او به جای تمرکز بر بیماری بر روی سلامت و بهبودی متمرکز شد. گاهی بدن شما سلامتی خود را نخواهد یافت مگر اینکه ذهن شما به آن دستور سلامتی دهد. شما زمانی که این گونه فکر می کنید هرگز اتفاقات خوبی برای من پیش نخواهد آمد، من می دانم هرگز فرد مورد علاقه خود را نخواهم یافت، من هزینه تحصیل ندارم، به آرزوهای خود دست نخواهید یافت. به خود مجال رسیدن به رویاهایتان را بدهید. شما باید به خود مجال دهید تا به رویاهای خود دست یابید. بر مشکلات فائق آیید و از شر بدیهای خود خلاص شوید. پژوهش‌ها نشان می‌دهد وقتی که منفی فکر می‌کنید و غمگین هستید و یا افکار ناامید کننده در سر می‌پرورانید، سطح سروتونین خون شما پایین می‌آید و این موجب افسردگی شما می‌شود. این فقط در سر شما نیست، بلکه بر روحیه شما نیز تأثیر می‌گذارد. اما هنگامی که با افکار مثبت از خواب برمیخیزید و احساس امیدواری می‌کنید و در انتظار چیزهای خوب هستید، اندورفین آزاد شده و باعث شادی می‌شود. بدین ترتیب شما احساس انرژی مضاعف خواهید کرد، چرا که مثبت بودن مانند سکوی پرتاب عمل می‌کند. شما باید در مورد هدفی که دارید مثبت فکر کنید.
روزهای خوب شما از افکارتان منشأ می‌گیرند. اگر به افکار منفی بها بدهید، آنها ایمان، انرژی و اشتیاق شما را از بین میبرند و مانند یک مکنده بزرگ همه چیزهای خوبی را که خداوند در وجود شما قرار داده است از وجودتان بیرون میکشد. اما اگر ذهنیت مثبت داشته باشید، از احساس خوب و خوشبختی خود شگفت زده خواهید شد و موفقیت بیشتری کسب کرده و پیشرفت خواهید کرد. با خود تکرار کنید: امروز روز خوبی خواهد بود. امسال سال خوششانسی من است. من منتظر لطف بی‌دریغ پروردگارم هستم. من متوجه شدم که دیدگاه دیروز برای امروز من کافی نیست. شما باید هر روز صبح آگاهانه با تفکر در مورد موضوعات زیر دیدگاه جدیدی برای خود ترسیم کنید. من می‌خواهم امروز خوشحال باشم. من می‌خواهم با مردم پسندیده برخورد کنم. من قصد دارم که در جهت جریان حرکت کنم و ناراحت نشوم. می‌دانم که خداوند در رأس امور است و او گام‌های مرا هدایت می‌کند. هیچ مشکلی آنقدر بزرگ نیست که حل نشود. هیچ آرزویی آنقدر بزرگ نیست که برآورده نشود. من به خوبی قادر خواهم بود برای آنچه که فرا خوانده شده‌ام جامه عمل بپوشانم. این دیدگاه‌های جدید شما را در جهت جریان خداوند قرار می‌دهد و شما را قادر می‌سازد به چیزهایی دست یابید که به تنهایی قادر به این کار نبودید. خواهید دید که بهره‌وری بیشتری خواهید داشت. خرد، خلاقیت و ایده‌های خوبی خواهید داشت. از موانعی که بزرگ و قوی به نظر می‌رسیدند عبور خواهید کرد. دیدگاه جدیدی داشته باشید. بسیاری از مردم به دیدگاه دیروز، هفته گذشته و یا سال گذشته تکیه می‌زنند. اما این دیدگاه‌ها دیگر قدیمی و پوسیده شدند. هر روز صبح باید دیدگاه تازه‌ای داشته باشید. ذهن خود را در جهت درستی پیش ببرید. این عادت را در خود ایجاد کنید که ذهنیت مثبتی داشته باشید. این همان کاری است که دانیال نبی انجام داد. دانیال نبی روحیه عالی داشت. او شخصیت برجسته‌ای داشت و در میان مردم برگزیده بود. او چی کار می‌کرد؟ هر روز صبح که از خواب برمی‌خاست و پنجره را می‌گشود، خداوند را برای این روز شکر می‌کرد. او خدا را برای خیر و برکاتش شکر می‌کرد و از اینکه به او قدرت و توانایی بخشیده است سپاسگزار بود. او دیدگاه تازه را در پیش می‌گرفت و عزم خود را برای پیروزی و موفقیت جزم می‌کرد. هنگامی که پادشاه حکمی را صادر کرد که بر اساس آن هیچ کس حق نداشت خدایی جز خدای پادشاه را پرستش کند، دانیال نبی در سرزمین دیگری در حال پرستش پروردگار متعال بود. اگر کسی از این حکم سرپیچی می‌کرد، او را به قفس شیرها می‌انداختند. اما این تهدیدها دانیال را متوقف نکرد. او هر روز صبح از خواب برمی‌خاست و خدای یکتا را ستایش می‌کرد. دشمنان دانیال به پادشاه خبر دادند. پادشاه دانیال را دوست داشت، اما او نمی‌توانست از فرمانی که داده بود بازگردد. دانیال گفت: پادشاه، نگران نباش، من خوب هستم. آن خدایی که من ستایش می‌کنم مرا نجات خواهد داد. وقتی شما هر روز تعطیل را با ایمان راسخ و افکاری مثبت در مورد اهداف خود آغاز کنید، هنگامی که در شرایط دشواری قرار بگیرید، به خاطر نیرویی که با آن افکار در وجود شما تزریق شده، دیگر هراسی به خود راه نمی دهید و به جای گفتن این که خداوندا چرا این اتفاق برای من افتاد، بر ایمان خود می افزایید و می گویید خدای من قادر و بی همتاست. من برای این نبرد مجهز شدم. من به لطف و یاری پروردگار بر هر کاری توانا هستم. وقتی خدا با من است، چه کسی جرأت مخالفت با من را دارد؟ بر ایمان خود بیفزایید. همانطور که گفته شد، دانیال نبی همواره شکرگزار خداوند بود. دانیال نبی و حضرت یوسف انسان‌های خوبی بودند، اما در موقعیت بدی قرار داشتند و اتفاقات ناعادلانه زیادی برای آنها رخ داد. با آنها بدرفتاری شده بود. هر دو با موانع بزرگی روبرو شده بودند. اگر زندگی نامه آنها را مطالعه کنید، یک نقطه اشتراک پیدا خواهید کرد. نقطه اشتراک آنها این بود که آنها همیشه مثبت می‌اندیشیدند
و دیدگاهی پر از ایمان و اعتقاد داشتند. آنها بهانه‌جویی نمی‌کردند و هرگز نمی‌گفتند خدایا چرا این اتفاق برای من افتاد؟ آنها روز خود را با علم بر اینکه خدای ما قادر و توانا است آغاز می‌کردند و ذهن خود را در مسیر درست هدایت می‌کردند. هر دو به طرز شگفت انگیزی لطف و برکت خدا را دریافت کرده بودند. شما نیز ممکن است مانند آنها فرد خوبی باشید که در شرایط بدی قرار دارد. منفی‌نگر و بدبین بودن در این شرایط کار آسانی است و ممکن است به این فکر کنید که من نمیفهمم چرا فرزندم از مسیر درست خارج شده است. چرا این بیماری صعب العلاج را گرفتم؟ چرا این افراد به من سوء ظن دارند و در مورد من دچار اشتباه شدند؟ شما باید همان کاری را انجام دهید که دانیال نبی انجام داد. هر روز در میانه راه سر خود را بالا بگیرید و بگویید خدایا برای یک روز عالی دیگر سپاسگزارم. من میدانم که توانای مقتدر هستی و از همه مشکلات و بیماری ها بزرگتر و از دشمنان من قدرتمندتر هستی. از تو سپاسگزارم که امروز همه چیز را به نفع من تغییر خواهی داد. به خصوص وقتی افکار منفی به ذهن شما هجوم آورد، آنها را کنار بزنید و مانند دانیال نبی بگویید پروردگار من توانای مقتدر است و در گذشته یک بار برای من این کار را انجام داده، بنابراین میتواند در آینده نیز بار دیگر این کار را انجام دهد. در مواقع دشوار حتما دیدگاه تازه‌ای داشته باشید. ذهن خود را برای پیروزی برنامه‌ریزی کنید و همیشه خود را برای آن آماده کنید. چالش امروز من برای شما این است که ذهن خود را در مسیر درست قرار دهید. وقتی مثبت فکر کنید در جهت جریان خداوند خواهید بود. بیاموزید که همیشه این گونه فکر کنید و بگویید امروز روز عالی خواهد بود. اتفاقات خوبی برای من خواهد افتاد. روز خود را با ایمان و امید آغاز کنید. اگر این ذهنیت مثبت را تقویت کنید، نه تنها شاد، سلامت و قوی‌تر خواهید بود، بلکه معتقدم که به موفقیتی فراتر از تصوراتتان دست خواهید یافت. از غیر ممکنها عبور خواهید کرد و به هر آنچه که هدف پروردگار از خلقت شما بوده است تبدیل خواهید شد. خواستن توانستن است. فصل 5. به برترین بودن متعهد باشید. ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که در آن معمولی بودن امری عادی است. بسیاری از مردم برای گذراندن زندگی خود کمترین کاری که از دستشان برمی‌آید را انجام می‌دهند. آنها به شغلشان یا کسی که هستند افتخار نمی‌کنند. اگر کسی آنها را تماشا کند، شاید کاری بکنند. ولی وقتی کسی آنها را تماشا نمی‌کند، ممکن است کاهلی کنند و آسان‌ترین کار را انجام دهند. اگر مراقب نباشید، ممکن است در دام ذهنیتی گرفتار شوید که می‌گوید اشکالی ندارد که اگر دیر به محل کار بروید یا حداکثر توانایی خود را به کار نگیرید. اما باید بدانید که خداوند به معمولی بودن برکت نمی‌دهد. خداوند به بهترین بودن و برتری برکت می‌دهد. من دریافتم که پنجمین ویژگی غیر قابل انکار یک برنده تعهد به برتری است. وقتی شما روحیه متعالی و برتری داشته باشید، تمام تلاش خود را خواهید کرد. خواه دیگران شما را تماشا کنند، خواه تماشا نکنند. شما یک گام فراتر می روید و کاری بیش از آنچه که باید انجام می دهید. ممکن است افراد از کار خود شکایت کنند. ممکن است آنها شلخته به نظر برسند و در کارهای خود سهل‌انگاری کنند. هر کس دیگری ممکن است در کار خود سهل‌انگاری کند یا در مدرسه سازش یا تقلب کند و یا چمنها را به حال خود رها کند. اما مسئله این است که شما هر کسی نیستید. شما از همه آنها یک سر و گردن بالاتر هستید. شما برای عالی بودن فراخوانده شده اید. خداوند از شما می‌خواهد که بالاترین معیارها و استانداردها را برای خود تعیین کنید. شما باید کارمند نمونه شرکت باشید. رئیس یا سرپرست شما باید بتواند به کارمندان جدید بگوید او را ببینید و از او یاد بگیرید و او را الگو قرار دهید. مانند او مهارت‌های خود را توسعه دهید. این فرد نخبه، وقت‌شناس، دارای دیدگاه عالی و همیشه بیشتر از حد نیاز کوشا است.
برخی افراد فکر می‌کنند که برای قدردانی از پروردگار حتما باید به کلیسا بروند و خدا را بپرستند و کتاب آسمانی را بخوانند. بله، این درست است. اما به موقع در محل کار حاضر شدن نیز نوعی قدردانی از پروردگار به شمار می‌آید. اگر سعی کنید که تاثیرگذار باشید، قدردان پروردگار بوده‌اید. اگر هر روز زیبا بنگرید، قدردان پروردگار بوده‌اید. هنگامی که چنین روحیه عالی داشته باشید، نه تنها پیشرفت می‌کنید، بلکه قدردان پروردگار نیز خواهید بود. در همه کارهای خود قدردان پروردگار باشید. هنگامی که عالی عمل می‌کنید، در حقیقت به نوعی سپاسگزار پروردگار هستید. برخی از مردم هرگز به کلیسا نمی‌روند و هرگز به موعظه‌ها و دعاها گوش نمی‌کنند. آنها کتاب آسمانی را نمی‌خوانند، اما در عوض آنها زندگی را می‌خوانند و به زندگی شما نگاه می‌کنند تا متوجه شوند که چگونه زندگی می‌کنید. اکنون شلخته نباشید. هنگامی که خانه را ترک می‌کنید، چه شلوارک پوشیده باشید، چه کت و شلوار، تمام تلاش خود را کنید که بهترین جامه را به تن کرده باشید. شما نماینده پروردگار متعال هستید. هنگامی که سر کار خود می‌روید، کارها را سنبل نکنید و نصف و نیمه عمل نکنید. تمام توان خود را به کار گیرید تا کار خود را به نحو احسن انجام دهید. شما باید چنان مملو از خوبی و تعالی باشید که دیگران در آرزوی رسیدن به جایگاه شما باشند. وقتی فردی متعالی هستید، همیشه بیشتر از آنچه لازم است تلاش می‌کنید و فقط به موقعیت معمولی اکتفا نمی‌کنید و فراتر می‌روید. نگرش شما در زندگی باید اینگونه باشد: من فقط آنچه که مجبور هستم را انجام نمی‌دهم. من به قدری کار نمی‌کنم که شغلم را حفظ کنم. من فردی با شخصیت عالی هستم. من فراتر از آنچه از من خواسته شده می‌روم. من بیش از حد انتظار تلاش می‌کنم. این بدان معنا است که اگر قرار است ساعت 8 صبح در محل کار خود حاضر باشید، 10 دقیقه زودتر بروید. بیشتر از آنچه لازم است فعال باشید. 10 دقیقه بیشتر در محل کار خود بمانید. نیم ساعت زودتر از موعد دست از کار نکشید. شما کارمند تمام وقت هستید. بسیاری از مردم با 15 دقیقه تأخیر در محل کار خود حاضر می شوند. آنها قهوه می گیرند، در دفتر خود پرسه می زنند و سرانجام بعد از نیم ساعت شروع به کار می کنند. آنها نیم ساعت دیگر را برای تلفن زدن و گشت و گذار در اینترنت تلف می کنند. سپس تعجب می کنند که چرا ترفیع نمی گیرند. این به آن دلیل است که خداوند به نامرتبی و شلختگی پاداش نمی دهد. خداوند به عالی بودن پاداش می دهد. خداوند به برترین ها پاداش می دهد. وقتی شما بیش از آنچه لازم است کاری انجام دهید، خداوند خیر و برکات خود را به زندگی شما می آورد. ممکن است لطف و فزونی خداوند شامل حال زندگی شما شده باشد و این خیلی خوب است. اما این تنها بخش اول است. بخش دوم اطمینان از این است که کار خود را به موقع و به نحو احسن و حتی بهتر از سال گذشته انجام دهید. ما در یک بازار رقابتی کار می‌کنیم. اگر مهارت خود را گسترش ندهید عقب می‌مانید. عصرهای یکشنبه بعد از اتمام مراسم با یک تدوینگر تلویزیونی می‌نشینیم و مراسم سخنرانی را ویرایش می‌کنیم. من در طول 15 سال بیش از 625 مراسم سخنرانی داشتم. مطمئناً دیگر نیازی نیست که یک بار دیگر بنشینم و آن را تماشا کنم. در تاکنون موفق نشدم، بنابراین از این به بعد نیز موفق نخواهم شد. اما من همچنان همه آنها را نگاه می‌کنم تا ببینم کدام یک خوب است و کدام یک می‌توانست بهتر باشد و باید اصلاح شود. من با تماشای آنها متوجه می‌شوم که به یک نکته زیاد پرداختم یا بخش دیگری از سخنرانی واقعاً عالی بوده است. شاید متوجه بشوم که در بخشی از سخنرانی کمی تند حرف زدم و یا لازم است که به یک مخاطب بیشتر نگاه کنم. من نه تنها دائما اجرای خود را بلکه نورپردازی، صدا و زاویه دوربین را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهم. نظر من این است که همیشه جایی برای پیشرفت وجود دارد. ما همیشه می توانیم بهتر شویم. برخی از افراد که تلویزیون را تماشا می کنند گاهی به من می گویند جوئل، من هرگز متوجه نشدم که دچار لکنت زبان شده و یا مرتکب اشتباه شده باشی. من همیشه به آنها میگویم به این دلیل است که میدانم چگونه ویرایش کنم. من 17 سال این کار را انجام دادم. من میتوانم هر لکنت یا وقفه را از بین ببرم.
پخش زنده من بد نیست، اما میدانم سخنرانی‌های ضبط شده من بهتر است. من نمیخواهم سال آینده هم در همان سطح امسال باشم. من قصد دارم مؤثرتر، ماهرتر و تاثیرگذارتر باشم. تلاش برای عالی بودن و علاقه با هم میآیند. پیشرفت، فزونی و رسیدن به بالاترین پتانسیل به داشتن روحیه متعالی گره خوردند. سنگ تمام گذاشتن و مراقبت از داشته‌های خود نیز بخشی از این سبک زندگی است. با کمال احترام میگویم که برخی افراد ماشین‌هایی سوار می‌شوند که 6 ماه است شسته نشده است. این ماشین‌ها پیش از این 2 رنگ بودند، اما حالا 4 رنگ هستند. اگر آنها شسته شوند، مسافت بیشتری را می‌توان با آنها پیمود و مصرف بنزین را کاهش داد. آنها با خود استدلال می‌کنند که این یک آشغال است و به دنبال خرید ماشین بهتری هستند. اگر مراقب آنچه خداوند به شما داده است نباشید، خداوند چطور می‌تواند به شما برکت بیشتری ببخشد؟ من در سفرم به آفریقا درون کلبه‌های اقامت داشتم که با وجود کف خاکی و بسیار ساده در عین حال بدون کم و کاست به نظر می‌رسید. همه چیز تمیز و عالی سر جای خودش قرار داشت. چرا؟ چون افرادی که در آنجا زندگی می‌کنند روحیه عالی دارند. خواه زیاد داشته باشید، خواه کم، خواه جدید و خواه قدیمی، شما باید به آنچه که خداوند به شما ارزانی داشته افتخار کنید. وقتی عالی هستید، بی حرکت و راکت نخواهید ماند و همیشه در جهت پیشرفت گام خواهید برداشت. پس از تمام شدن مراسم دعا در کلیسا معمولاً برای بدرقه مهمانان میروم و اگر در راه یک تکه کاغذ یا پوست آدامس یا تبلیغاتی بر روی زمین ببینم آن را برمی‌دارم. من مجبور نیستم که این کار را انجام دهم. برخی از کارکنان در نهایت این کار را انجام می‌دهند. اما وقتی شما این روحیه عالی را داشته باشید، اجازه می‌دهید که در روح و وجود شما ریشه بدواند. دیدن هر گونه آشغال بر روی زمین مرا به بیراهه می‌کشاند. پس باید هر چه زودتر آن را از نظرم دور کنم. گاهی اوقات بچه‌های شیرخوارگاه ما کلوچه‌های خود را در کف راهرو می‌ریزند. من از دستیار خود می‌خواهم که در صورت وجود آشفتگی بزرگ با بخش خدمات تماس بگیرد. دوست ندارم که وقتی مهمانان برای مراسم بعدی می‌آیند کف سالن به هم ریخته و کثیف باشد. چرا؟ اگر زمین به هم ریخته باشد، وجهه خوبی نخواهد داشت. من متوجه شدم که ساختمان ما نشان دهنده جلوه پروردگار است. من وظیفه خود می‌دانم که مطمئن شوم همه چیز مرتب است. به همین دلیل است که ما همیشه آن را رنگ می‌کنیم. مراقب هستیم که چمن‌ها خوب و عالی به نظر برسند. هیچ بی‌نظمی در راهروها وجود نداشته باشد و همه تجهیزات سالم باشند. از دوربین‌های پیشرفته که پخش آنها استثنایی است استفاده می‌کنیم. چرا؟ چون ما نشان دهنده جلوه پروردگار هستیم. او پریشان و نامرتب نیست و خرابی را دوست ندارد. او پروردگار متعالی است. این به آن معنی نیست که چون شما نمایشی از سیمای پروردگار هستید، پس حتما باید بهترین ها را داشته باشید. بلکه باید از آنچه دارید خوب مراقبت کنید. گاهی اوقات ممکن است یک قوطی رنگ، چیدن علف‌های هرز و تمیز کردن فرش در جهان تأثیر مثبتی بگذارد. هر آنچه در توان دارید به کار گیرید. جلوه عالی از وجود پروردگار را به نمایش بگذارید. وقتی که بچه‌ها کوچک بودند، ما آنها را به شهر تفریحی دیزنی لند بردیم. آنجا تمیز و بدون هیچ نقصی بود. من حتی یک بار ندیدم که آدامس بر زمین چسبیده باشد. سالانه صدها هزار نفر از اینجا می‌گذرند و کل پارک کاملاً بکر و تازه به نظر می‌رسد. من با خود فکر می‌کردم آنها چطور این کار را می‌کنند. روزی دیدم که کارکنان ابزارهایی را به دست گرفته و در آن گشت می‌زنند و آدامس‌ها را جمع می‌کنند. این همان کاری است که آنها در طول روز انجام می‌دهند. کارها را عالی و به بهترین شکل ممکن انجام دهید. اگر دیزنی می‌تواند پارک‌های خود را تمیز و عالی نگه دارد، ما نیز باید خانه خود را تمیز و عالی بسازیم. شما هم چنین استانداردهایی برای زندگی، خانه، ماشین، لباس، اتاق و دفتر کار خود داشته باشید. من در مورد هزینه کردن زیاد حرف نمیزنم. به انتخاب شما بستگی دارد که چطور می‌خواهید از آنچه خداوند به شما بخشیده مراقبت کنید.
من از شما می‌خواهم که این کار عالی را انجام دهید. سالها پیش وقتی داشتم با ماشین از کنار مؤسسه سابق خود می‌گذشتم، متوجه شدم که افراد آن منطقه به دلایلی از خانه‌های خود به خوبی مراقبت نمی‌کنند. علف‌های هرز هرس نشده و چمن‌ها کوتاه نشده بودند و همه چیز در همان جای خود تلمبار شده بود. تک تک خانه‌ها به هم ریخته به نظر می‌رسیدند. همینطور که به رانندگی خود ادامه می‌دادم، خانه‌ای در آن میان خودنمایی می‌کرد. چمن‌های آن کوتاه شده بود و حیاط تمیزی داشت. خانه نقاشی شده بود و همه چیز مرتب به نظر می‌رسید. وقتی به مؤسسه رسیدم، در مورد آن خانه پرسجو کردم و درباره آن صحبت کردم. شخصی گفت: آیا شما نمی‌دانستید که صاحب آن خانه فلانی است؟ آنها یکی از با ایمان‌ترین و با وفادارترین اعضای ما هستند. من از شنیدن آن حتی ذره‌ای تعجب نکردم. مردم لیکوهود عالی هستند. آنها در میان جمعیت برجسته هستند. آنها می توانستند این گونه فکر کنند که هیچ کس دیگر از خانه خود مراقبت نمی کند. چرا ما باید این کار را بکنیم؟ اما آنها روحیه عالی را برگزیدند. ممکن است شما امروز در شرایط قرار داشته باشید که همه اطرافیان شما تنبل و نامرتب باشند. در این موقعیت می توانید راحت ترین کار را انتخاب کنید. اما اجازه ندهید که تنبلی و شلختگی آنها به شما سرایت کند. ممکن است بگویید: جوئل، من این کتاب را خریدم تا به من بگویی که خانه‌ام را تمیز کنم؟ نه. شما نه تنها باید خانه خود را تمیز کنید، بلکه باید چمن‌های محوطه را نیز کوتاه کنید و تا زمانی که در گاراژ هستید باید آن را سر و سامان دهید. جداً وقتی حیات شما به هم ریخته و نامرتب است، هرگز ماشین خود را نمی‌شویید و یا دیر در محل کار خود حاضر می‌شوید. برای دوستان، همسایگان و همکارانتان چطور الگویی هستید؟ این الگوی خوبی نیست و حقیقت این است که آن خود واقعی شما نیست. ممکن است همه الگوهایی که برای خود یافته اید نامرتب و شلخته باشند و یا کسانی که با آنها کار می‌کنید همیشه تنبل و بی‌نظم باشند. اما خداوند شما را فرا می‌خواند تا استانداردهای جدیدی برای خود تعریف کنید. او قصد دارد شما را به جایگاه بالاتر از آنچه که تا به حال آرزویش را داشتید برساند. اما شما باید وظیفه خود را انجام دهید و حس عالی و برتر بودن را در خود برانگیزید. بهانه‌جویی را رها کنید. نگویید: این همان روش همیشگی من است. این مسئله را بپذیرید و به سطح بالاتری از عالی بودن دست یابید. شما باید فردی با روحیه عالی باشید. شما باید گل سرسبد و نمونه جمع باشید. خداوند شما را در کمال و کاملا بی‌نقص آفریده است. این امر در مورد ظاهر شما نیز صادق است. سبک پوشش و نحوه حضور شما در اجتماع نیز باید این گونه باشد. همه ما سبک و سلیقه‌های مختلفی داریم. هیچ درست و غلطی وجود ندارد. ممکن است شما دوست نداشته باشید که کت و شلوار بپوشید. هیچ اشکالی ندارد. مهم این است که به نحوی در جامعه حاضر شوید که دوست دارید و به آن افتخار می‌کنید. با احساس شلختگی و کسالت از خانه بیرون نروید. شما مخلوق مقدس پروردگار متعال هستید. مراقب خود باشید. خداوند در وجود شماست. برای مراقبت از خود وقت بگذارید. زنان تمام تلاش خود را می‌کنند تا از دیگران مراقبت کنند. زندان خود را در اولویت قرار می‌دهند. تلاش می‌کنند تا همسر خوبی باشند و خانه را به خوبی اداره کنند. و یا کارهای خود را به نحو احسن و به موقع انجام دهند. این خوب است. اما آنها باید مراقب خود نیز باشند. ناخن‌های خود را کوتاه کنند. موهای خود را مرتب کنند. برای خود به خرید بروند و ورزش کنند. با دوستان خود بیرون بروند و خوش بگذرانند. از وجود خود به نحو احسن مراقبت کنند. برخی از مردان در طول 27 سال لباس جدیدی نخریدند و لباسهایی که به تن دارند سالها پیش از مد افتاده است. آنها مراقب خانواده خود هستند و سخت کار می کنند، اما زمان آن رسیده است که مراقب خود نیز باشند. وقتی ظاهر خوبی داشته باشید احساس بهتری خواهید داشت. یک بار ویکتوریا از من خواست که به فروشگاه بروم و چیزی بخرم تا او شام درست کند. من تازه از ورزش آمده بودم و خیس عرق بودم. تیشرت کهنه و شلوار کوتاه بدنسازی را که همیشه می پوشیدم بر تن داشتم. موهایم شانه نکرده و نامرتب بود. واقعاً بد به نظر می رسیدم.
اما میلی به این نداشتم که به خودم برسم و خود را مرتب کنم. سریع داخل ماشین پریدم و به فروشگاه رفتم و امیدوار بودم که کسی مرا نبیند. خود را به پارکینگ رساندم. شنیدم که خدا با صدای آرام با من حرف میزند. این فقط یک احساس بود. با خود میگفتم جوئل، درست نیست که این گونه به آنجا بروی. تو متوجه نیستی که نمایش از جلوه پروردگارت هستی؟ تو سزاوار احترام و افتخار هستی. به خانه برگشتم، دوش گرفتم و موهایم را شانه کردم، لباس تمیز پوشیدم و به فروشگاه برگشتم و آنچه را که برای شام لازم بود خریدم. ما باید درک کنیم که جلوه پروردگار متعال هستیم. خداوند شلختگی را دوست ندارد. همه ما دوست داریم که حتی در خانه خود نیز راحت و آسوده باشیم. اما مطمئن شوید که از نظر فرزندان و همسرانتان نیز خوب و خوش‌تیپ هستید. ممکن است لازم باشد برخی از خانم‌ها از شر آن حوله حمامی که مادر بزرگشان به آنها داده است خلاص شوند و حوله نو بخرند. ممکن است شما آنها را دوست داشته باشید، زیرا در آن احساس راحتی می‌کنید، اما من به شما می‌گویم که هیچ کس به شما نخواهد گفت که آنها زشت هستند. شما بسیار زیبا هستید و حیف است که چنین چیزهایی را بپوشید. به مرکز خرید بروید و چیزی بخرید که مناسب شاهکار خلقتی که مقصود پروردگار است باشد. عادت کنید که همیشه عالی باشید. وقتی وارد فروشگاهی میشوید و به طور تصادفی به لباسی برمیخورید و آن لباس از روی رگال یا قفسه بر زمین میافتد، طوری رفتار نکنید که انگار متوجه افتادن آن نشده اید. یک شخص عالی آن را از زمین برمی‌دارد و سر جایش قرار می‌دهد. هنگام خرید ممکن است بسته غلات بردارید و بعد تصمیم بگیرید که آن را نخرید. آن را در کنار قفسه‌های چیپس رها نکنید. یک شخص عالی بسته را در همان جایی که آن را برداشته است قرار می‌دهد. ممکن است با خود بگویید به من چه ربطی دارد؟ این از وظایف کارکنان است. آنها برای همین کار حقوق می‌گیرند. شما این کار را برای خدا انجام می‌دهید. شما این کار را انجام می‌دهید چون روحیه عالی دارید. یک فرد عالی در محل پارک معلولان تنها به این دلیل که به ورودی بازار نزدیکتر است پارک نمی‌کند. یک فرد عالی به هنگام ترک هتل همه لامپ‌های اتاق خود را برای کاهش مصرف انرژی یا هزینه‌های هتل خاموش می‌کند. او نمی‌گوید من برای این اتاق پول خوبی پرداخت کردم و مجبور نیستم این کار را بکنم. افراد عالی برای انجام کارهای درست سنگ تمام می‌گذارند. آنها این کار را تنها به این دلیل که دیگران در حال تماشای آنها هستند و یا چون مجبور هستند انجام نمی‌دهند. آنها به خاطر خداوند این کار را انجام می‌دهند. سنگ تمام بگذارید. ما در خانه دستگاه آب سردکن داشتیم. این دستگاه دارای گالون‌های آب 5 لیتری بود. این گالون‌ها بطری‌های شیشه‌ای بزرگی بودند که گردنی باریک داشتند و شما برای اینکه از آب درون آنها استفاده کنید باید ابتدا آن را بر روی دیسپنسر قرار داده و سپس از آب آن استفاده می‌کردید. این گالون‌ها بسیار سنگین بودند. ویکتوریا دوست دارد همه چیز از تمیزی برق بزند. حتی وقتی گالون پر از آب مهرموم بود اصرار داشت که آن را پیش از اینکه بر روی دیسپنسر قرار دهیم حتما با آب و صابون بشوییم. من چندین بار با او بحث کردم و گفتم که شستن بیرون گالون هیچ لزومی ندارد. اما متاسفانه نتوانستم او را متقاعد کنم. به او قول دادم که این کار را انجام می‌دهم، اما بارها وقتی کسی در خانه نبود آن را بدون شستن سر جایش قرار می‌دادم و هر بار صدایی از درون به من می‌گفت جوئل درست رفتار کن. فردی عالی باش و به قول خودت عمل کن. هر بار مجبور شدم که آن را از جایش پایین آورده و با کف بشویم و سپس سر جایش بگذارم. شخص عالی همیشه درست رفتار می کند، حتی اگر کسی او را نبیند. حتی وقتی فکر می کنید که هیچ ضرورتی ندارد ولی چون قول داده اید باید به آن عمل کنید. گاهی اوقات باید بگویید خدایا من دوست ندارم این کار را انجام دهم، اما این کار را به خاطر تو خواهم کرد. خدایا من فکر می کنم که رئیس من بی‌انصافی می کند که از من می خواهد این کار را انجام دهم، اما من به خاطر تو این کار را خواهم کرد. خدایا کسی دیگری خرابکاری کرده و من مجبور نیستم که آن را درست کنم، اما من به خاطر تو این کار را انجام می دهم.
از آزمون‌های کوچک سربلند بیرون آیید. بسیاری از مردم آنطور که باید از نعمت‌های پروردگار لذت نمیبرند، چرا که نمیتوانند از آزمون‌های کوچک سربلند بیرون آیند. ممکن است برای عالی بودن لازم نباشد که کار بزرگی انجام دهید. ممکن است فقط لازم باشد تنها 10 دقیقه زودتر از خانه بیرون بروید تا به موقع در محل کار خود حاضر شوید. شاید تنها شرط لازم برای عالی بودن کارهای کوچک مانند غر نزدن به هنگام تمیزکاری و یا تلفن شخصی نکردن در محل کار باشد. اگر آن گالون آب را بدون تمیز کردن بر روی دیسپنسر قرار می‌دادم، جز خدا و من کسی متوجه نمی‌شد. اما نکته اینجاست که من دوست ندارم خداوند به خاطر چیزهای کوچک مرا از رسیدن به چیزهای بزرگ باز دارد. مدتی پیش من در پارکینگ فروشگاهی بودم و باد تندی می‌وزید. وقتی در اتومبیل را باز کردم، چند تکه آشغال از ماشین بر روی زمین افتاد. همانطور که برای برداشتن آنها می‌رفتم، باد آنها را حدود 15 الی 20 متر دورتر به اطراف پرتاب کرد. دوست نداشتم که برای برداشتن چند تکه آشغال جلوتر بروم. به اطراف نگاه کردم. در پارکینگ زباله‌های دیگری هم ریخته شده بود. من عجله داشتم و برای برنداشتن آن زباله‌ها چندین بهانه داشتم. همه اینها مرا متقاعد می‌کرد که آنها را رها کنم. اما در آخرین لحظه تصمیم گرفتم که یک شخص عالی باشم و زباله‌های خود را بردارم. زباله‌ها در همه جا پراکنده شده بودند. در نهایت خود را در حالی یافتم که به دنبال زباله‌ها می‌دویدم. ذهن من میگفت من در اینجا چه کار میکنم؟ اینها مهم نیستن، رهایشان کن و برو. سرانجام بعد از آن که همه زباله ها را جمع کردم به سمت اتومبیل برگشتم. متوجه نشده بودم، اما یک زن و شوهر در اتومبیل کناری نشسته بودند و مرا نگاه میکردند. آنها شیشه را پایین دادند و گفتند سلام جوئل، ما هر هفته تو را در تلویزیون تماشا میکنیم. سپس اون خانم حرف جالبی زد. گفت ما داشتیم نگاه میکردیم تا ببینیم تو چه کار میکنی. با خود فکر کردم اوه خدایا از تو سپاسگزارم. خواه متوجه شوید یا نه، مردم در حال تماشای شما هستند. اطمینان حاصل کنید که جلوه پروردگار را به درستی تجلی ساختید. تصمیم بگیرید که عالی و متمایز باشید. حتی اگر دیگران دیر کنند، کارها را سنبل کنند و یا منظم نباشند، شما باید سنگ تمام بگذارید. تصمیم بگیرید که عالی و متمایز باشید. وقتی شما روحیه عالی داشته باشید، خداوند به شما لطف، عنایت، خلاقیت و ایده های بی‌نظیری می‌بخشد و شما را متمایز و برجسته می‌سازد و با فروتنی از تمام افرادی که خدا را نمی‌پرستند برتری می‌یابید. سوال من این است که آیا شما سعی می‌کنید تا عالی و متمایز شوید یا منتظر می‌مانید تا خداوند شما را متمایز سازد؟ آیا شما تمام تلاش خود را کرده و سنگ تمام می‌گذارید؟ آیا شما بیشتر از حد نیاز کار می‌کنید؟ آیا مهارت‌های خود را ارتقا می‌بخشید؟ به زندگی خود نگاهی بیاندازید. همه ما در زندگی زمینه‌هایی داریم که می‌توانیم در آن زمینه برای تعالی بخشیدن و متمایز شدن تلاش کنیم. اجازه ندهید که چیزهای کوچک شما را از چیزهای بزرگی که خدا برای شما می‌خواهد باز دارد. حال وظیفه خود را انجام دهید و تلاش کنید تا وجود متعالی خود را به نمایش بگذارید. اگر شما این روحیه عالی را داشته باشید، خدا به گام‌های شما جهت بخشیده و باعث می‌شود که برجسته و متمایز شوید. خلاق‌تر، ماهرتر، با استعدادتر و داناتر خواهید شد. اعتقاد دارم که شما نیز می توانید عملکرد بهتری داشته باشید و از دیگران پیشی بگیرید. خداوند نیز شما را ارتقا داده و به جایگاهی رفیع می رساند. خواستن توانستن است. شما برای عالی بودن آفریده شده اید. شما در درون خود فردی متعالی دارید. فصل 6. پله‌های ترقی را طی کنید. بسیاری از افراد مقصد خود را گم کردند. وقتی آنها به سطح خاصی میرسند، فارغ التحصیل میشوند و یا خانه رویایی خود را میخرند. دیگر هیچ پیشرفتی نمی کنند.
مطالعات نشان داده است که 50% از افرادی که فارغ التحصیل میشوند دیگر هرگز کتاب نمیخوانند. دلیلش میتواند این باشد که آنها فکر میکنند یادگیری تنها به مدرسه و دانشگاه اختصاص دارد. مطالعه و یادگیری به جای این که جزئی از زندگی و سبک کنونی آنها باشد، تنها به بخشی از زندگی آنها مربوط می شود. همه ما وقتی به مدرسه می رفتیم، آموزه های لازم را از معلمان و مربیان خود می آموختیم. برخی وقتی به مدارج خاصی از تحصیل دست می یابند، این گونه فکر می کنند و با خود می گویند من دوران مدرسه را سپری کرده و به پایان رساندم و آموزش های لازم را دیدم و شغل خوبی نیز دارم. به گمانم دیگر کافی نیست ادامه بدهم. هرگز از یادگیری دست بر ندارید. برنده ها هرگز دست از یادگیری بر نمی دارند و این ششمین ویژگی انکارناپذیر یک فرد برنده است. خداوند ما را نیافریده است که به یک سطح مشخص برسیم و سپس متوقف شویم. چه 9 سال داشته باشید چه 90 سال، مدام باید در حال یادگیری باشید و مهارت‌های خود را بهبود بخشید و در کارهایی که انجام می‌دهید بهتر باشید. چه گام‌هایی برای پیشرفت باید برداشت؟ آیا شما کتاب می‌خوانید یا فیلم‌های آموزشی یا صوتی گوش می‌کنید؟ آیا در دوره‌های آنلاین اینترنتی و یا در سمینارها شرکت می‌کنید؟ آیا اطلاعات را از افرادی که بیشتر از شما می‌دانند گردآوری می‌کنید؟ شما در درون خود گنجینه‌هایی چون استعداد، قابلیت و ذکاوت دارید که خالق جهان در نهاد شما قرار داده است و همه آنها باید توسعه داده شوند. برنده‌ها با تکیه بر آموخته‌های قبلی هرگز موفق نمی‌شوند. شما باید مسئولیت رشد و ترقی خود را به عهده بگیرید، زیرا رشد و ترقی یک امر خودکار نیست. من خواندم که ثروتمندترین مکان‌های زمین میدان‌های نفتی خاورمیانه با معادن الماس آفریقای جنوبی نیستند، بلکه ثروتمندترین مکان‌ها گورستان‌ها هستند. در گورستان‌ها مشاغلی دفن شده‌اند که هرگز شکل نگرفتند، کتاب‌هایی دفن شده‌اند که هرگز نوشته نشدند، ترانه‌هایی که هرگز خوانده نشدند و رویاهایی که هرگز محقق نشده است، امکانات و پتانسیلی که هرگز به کار گرفته نشدند. استعدادهای خود را بهبود بخشید. با گنجینه‌های دفن شده به مزار خود نروید. همچنان به رشد خود ادامه دهید. به یادگیری ادامه دهید. هر روز باید هدف جدیدی داشته باشید تا به نحوی باعث رشد و پیشرفت شما شود و یا چیزهای جدیدی یاد بگیرید. پابلو کاسالس یکی از بزرگترین نوازندگان ویولنسل در تمام دوران بود. او از 12 سالگی شروع به نوازندگی کرد و کاری کرد که هیچ ویولونیست دیگر نتوانست این کار را انجام دهد. او در سراسر جهان در زمینه کاری خود به عنوان بهترین شناخته شده است. با این حال او در سن 85 سالگی همچنان 5 ساعت در روز تمرین می‌کرد. خبرنگاری از او پرسید که چرا همچنان این همه تلاش می‌کنید؟ او لبخندی زد و گفت فکر می‌کنم اینطور حالم بهتر می‌شود. کاسالس در واقع این اصل را فهمیده بود که وقتی یادگیری متوقف می‌شود، رشد و پیشرفت نیز متوقف می‌شود. هر شغلی که داشته باشید سعی کنید که در آن بهترین شوید. بر مهارت‌های خود بیفزایید و سال آینده در همون سطحی که الان هستید نباشید. مانند این ویولونیست روز به روز بهتر شوید. انواعی از فرصت‌ها برای رشد و ترقی وجود دارد. امروز بیش از هر زمان دیگری دانش در دسترس است. شما هیچ بهانه‌ای برای پیشرفت نکردن ندارید. لازم نیست که به کتابخانه بروید، حتی لازم نیست به دانشگاه بروید. اینترنت همه اطلاعات به خانه شما سرازیر می‌شوند. اینترنت تنها برای به اشتراک گذاشتن تصاویر، بازی و یا دیدن فیلم خلق نشده است. همه این چیزها خوب است، اما اینترنت وسیله‌ای است که می‌تواند به شما کمک کند که استعداد و قابلیت‌های خود را توسعه دهید. شما نه تنها در برابر خداوند و خانواده، بلکه در برابر خود نیز مسئول هستید. شما در برابر شکوفایی و توسعه استعدادهایی که خداوند در وجود شما قرار داده است، مسئول هستید. اگر در زمینه فروش، منابع انسانی، مکانیک یا پزشکی فعالیت می‌کنید، همیشه می‌توانید دانش خود را گسترش داده و مهارت‌های خود را ارتقا دهید. برای یادگیری نحوه برقراری ارتباط با دیگران، عملکرد بهتر یا راهنمایی مؤثرتر، کتاب بخوانید.
مهم نیست که چه هدفی را دنبال می‌کنید. افرادی هستند که پیش از این به جایی که شما قصد دارید بروید رسیدند. به صحبت‌های آنها گوش فرا دهید و از تجربیات آنها استفاده کنید. روزانه 20 دقیقه وقت بگذارید. تلویزیون را خاموش کنید و چیز مفیدی را بیاموزید و بدین گونه برای خود سرمایه‌گذاری کنید. شما باید برای بهبود مهارت‌های خود هر روز به صورت عمدی و استراتژیک کاری انجام دهید. هرگز نگویید اگر وقت داشته باشم آن را انجام خواهم داد. بسیاری از اوقات ما نشسته و پا روی پا می‌اندازیم و می‌گوییم خدایا من منتظر تو هستم. من منتظر آن معجزه شگرف هستم. بگذارید به شما بگویم که افرادی معجزه‌های بزرگ و شگرف را تجربه خواهند کرد که برای آن آمادگی دارند و مهارت‌های خود را به طور مداوم گسترش می‌دهند. سرنوشت شما بسیار ارزشمندتر از آن است که بخواهید در جا بزنید. شما باید پیشقدم شده و گام‌هایی را برای رشد و ترقی خود بردارید. وقتی به وظیفه خود عمل می‌کنید و آنچه را که به شما بخشیده شده است را توسعه می‌دهید، خداوند نیز وظیفه خود را انجام می‌دهد و درهایی را به روی شما می‌گشاید که هیچ کس توان بستن آن را ندارد. ممکن است بگویید خب جوئل، من خیلی گرفتارم. وقت ندارم که در دوره‌های آموزشی شرکت کنم. وقت ندارم کتاب بخوانم و یا چیزهای جدید بیاموزم. من عقب خواهم ماند. این نگرش اشتباهی است. این نگرش همان نگرش آن دو هیزم شکن است که در حال خرد کردن درختان بودند. یکی گفت من می‌خواهم استراحت کنم و تبر خود را تیز کنم. دیگری گفت من وقت ندارم. من باید خیلی کار کنم. تیز کردن تبر مرا عقب می‌اندازد. او به خرد کردن چوب‌ها ادامه داد. مرد دیگر رفت و تبر خود را تیز کرد. او 3 ساعت دیگر بازگشت و با تبر تیز شده 2 برابر دوستش چوب خرد کرد. گاهی اوقات لازمه کمی استراحت کنید و تبر خود را تیز کنید. اگر مهارت‌های خود را تیز کنید، نیازی به سخت کار کردن و کار طولانی نیست. اگر مهارت‌های خود را توسعه دهید، در مدت زمان کمتری می‌توانید کارهای بیشتری انجام دهید و بهره‌وری خود را افزایش دهید. تلاش کنید که مؤثر باشید. در جا نزنید. چه معلم باشید، چه نجار، چه بانکدار و یا پزشک. هرگز در آن جایی که هستید در جا نزنید. به موفقیت‌های خود قانع نباشید و به آنها بسنده نکنید. آنچه خداوند در نهاد شما قرار داده است را به بهترین نحو شکوفا سازید. تبر خود را تیز کنید. به موفقیت‌های خود قانع نباشید و به آنها بسنده نکنید. این یک نوع دعوت به کار است. یقین بدانید که سطوح بالاتری در آینده شما وجود دارد. اوضاع به نفع شما تغییر خواهد کرد. خداوند به دنبال افرادی است که همیشه آماده هستند و برای پیشرفت گام برمی‌دارند. خداوند به دنبال افرادی است که برای محقق ساختن سرنوشت خود جدی و مصمم هستند. وقتی خداوند به دنبال کسی می‌گردد تا به او ارتقا بخشد، این گونه نیست که چشمایش را ببندد و بگوید خب من این شخص را انتخاب می‌کنم. تو برنده این قرعه کشی هستی. امروز روز خوششانسی توست. نه، خداوند به دنبال کسی است که مهارت‌های خود را توسعه داده باشد. گاهی اوقات در زمان مشکلات می‌بینیم که در واقع این دست‌های خداوند هستند که این کارها را انجام می‌دهند. اما حقیقت این است که خداوند با دست‌های خود مشکلاتم را حل نمی‌کند، بلکه این من بودم که مهارت‌هایی را که خداوند به من عنایت فرموده بود را توسعه داده و حال از آن استفاده می‌کردم. خداوند مجموعی از مهارت‌های خاص را در وجود شما قرار داده است که می‌تواند موانع بزرگ را از بین ببرد و درهای جدید را بگشاید. مهارت‌هایی که شما را به سطوح جدیدی سوق می‌دهند. نکته مهم این است که شما باید مهارت‌های خود را توسعه دهید. هر روز که برای یادگیری، رشد و پیشرفت وقت می‌گذارید، در واقع برای صعود به سطح جدید خود را آماده می‌کنید. خود را برای برنده بودن آماده کنید. ممکن است موقعیت شغلی سطح پایینی داشته باشید یا کاری که می‌کنید به نظر ناچیز بیاید، اما بدانید که قابلیت‌های شما بیش از این هاست. به راحتی می‌توان دست از کار کشید و گفت
اینجا هیچ آینده‌ای در انتظار من نیست. من حتم دارم که به محض بیرون رفتن از این کار، زمینه اتفاقات خوبی که برای من خواهد افتاد را با پیشرفت خودم فراهم می‌سازم. شاید در برخی از دوره‌ها شرکت کنم، وزن کم کنم و به اندام دلخواهم برسم. نگرش بهتری داشته باشم و لباس‌های بهتری بخرم. اما این نگرش نوعی عقب‌گرد به حساب می‌آید. شما باید در همان جایی که هستید و در همان شغلی که اکنون در آن مشغول به کار هستید، زمینه پیشرفت خود را فراهم سازید. عادت‌های کاری مدیر خود را بشناسید. بهترین سرپرست را شناسایی کنید و او را الگوی کاری خود قرار دهید. ببینید که چگونه کارهای خود را انجام می‌دهند و یاد بگیرید. آماده این باشید که پا در جای پای آنها بگذارید. خداوند وقتی می‌بیند که شما خود را آماده می‌کنید، درهای جدیدی را به روی شما می‌گشاید. اصل دیگری وجود دارد که می‌گوید استعدادهای انسان جایگاه او را می‌سازند. اگر هیچ دری به روی شما گشوده نمی‌شود، دلسرد و ناراحت نشوید. استعدادهای خود را به بهترین نحو شکوفا سازید و مهارت‌های خود را بهبود دهید. ممکن است احساس کنید که سرپرستان شما هیچ برتری و توانایی نسبت به شما ندارند. اما اگر شما تلاش کنید که نسبت به آنها عملکرد، بازدهی، دانش و اطلاعات بیشتری داشته باشید، استعدادهای شما جایگاهی برای شما باز می‌کنند. خداوند به طریقی درها را به رویتان باز کرده و شما را به جایگاهی که برای شما در نظر گرفته است سوق می‌دهد. نگران این نباشید که چه کسی از شما جلوتر است یا چه زمانی نوبت شما می‌شود. فقط به رشد، یادگیری و آماده سازی خود ادامه دهید. وقتی آماده شدید، درهای مناسب به رویتان باز می‌شود. در همان حال که منتظر رشد و شکوفایی خود هستید، مهارت‌های خود را توسعه دهید. واقعیت این است که ممکن است خداوند موقعیتی پایین‌تر از موقعیت سرپرستان را برای شما در نظر داشته باشد و یا حتی بخواهد شما را به موقعیتی برتر از جایگاه رئیستان ارتقا دهد. من کسانی را می‌شناسم که از موقعیت شغلی مسئول پذیرش و اپراتور تلفن به موقعیت مدیریت شرکت‌های چند میلیون دلاری رسیدند. شعار من این است: خواستن توانستن است. به هر آنچه که در وجود خود دارید امکان رشد دهید تا از آنچه تصور می‌کردید فراتر روید. آیا مقصد خود را فراموش کرده اید؟ شاید در همین موقعیت کنونی خود احساس راحتی کنید و تمایلی به یادگیری چیزهای جدید نداشته باشید. هیچ ایرادی ندارد، اما باید باور داشته باشید که قابلیت‌های شما بیشتر از این حرف است. شما برای رسیدن به کمال آفریده شده اید. مطالعات نشان می‌دهند که افراد معمولی تنها از 11% از مغز خود استفاده می‌کنند. و حداکثر پتانسیل هایی که می‌توانید از آن بهره مند شوید فکر کنید. چرا مدرک حسابداری رسمی CPA را نمی‌گیرید؟ این مهارت جدیدی است که می‌توانید از آن بهره بگیرید. این مهارت می‌تواند شما را به جایگاهی بالاتر برساند. ممکن است شما برقکار، مکانیک یا لوله‌کش باشید. اینها شغل‌های خوبی هستند. اما چه قدم‌هایی برای پیشرفت مهارت‌ها و موقعیت‌های خود در زندگی برمی‌دارید؟ اگر شما هر روز فقط 2 ساعت برای رشد و توسعه مهارت‌های خود وقت بگذارید، در طول 3 سال در آن زمینه متخصص خواهید شد. به رشد خود ادامه دهید. آنچه را که در آن مهارت دارید را بیابید و به پیشرفت آن ادامه دهید. بازار رقابتی امروز که اقتصاد دچار رکود و تجارت سود و زیان است، اگر مهارت‌های خود را توسعه ندهید عقب می‌مانید. اگر مهارت‌های کنونی شما همان مهارت‌های 5 سال پیش است، شما در معرض خطر هستید. من قصد دارم به شما انگیزه جدید بدهم. از شر هدف‌های پوچ و پوشالی خلاص شوید. مهارت‌های خود را گسترش دهید. مقاله‌ای در مورد کاهش خطر اخراج از محل کار می‌خواندم. 3 ویژگی مهم از نظر کارفرمایان برای یک کارمند: دیدگاه مثبت، انعطاف پذیری و تمایل به یادگیری و پیشرفت است. برای برنده بودن شما باید استعداد و مهارت‌های خود را آنقدر بهبود بخشید که شرکت بدون شما قادر به ادامه کار نباشد، یا حداقل رئیستان متوجه شود که اگر شما بروید کار شرکت دچار اختلال می شود.
اگر یک هفته سر کار نرفتید و هیچ کس دلش برای شما تنگ نشده است، فروش خوب است و همه کارها خوب پیش می رود، این تنها در صورتی خوشنود کننده است که شما کارفرما باشید. اما چنانچه شما کارمند باشید، این یک زنگ خطر است. اگر آنها در نبود شما هیچ مشکلی نداشته باشند، این به آن معناست که به شما نیازی ندارند. شما باید سخت کار کنید و بیش از پیش بهره‌وری داشته باشید. کلاس‌های شرکت کنید تا مهارت‌های شما را بالا ببرد. به آن موقعیت سطح پایین که بود یا نبود شما برای هیچ کس مهم نیست، بسنده نکنید. شما در درون خود گنجی دارید. مهارت و استعدادهایتان موجب می شود که مورد توجه واقع شوید. همیشه مهارت‌های خود را بهبود دهید. آدم برجسته همیشه مورد توجه است. این همان کاری است که حضرت یوسف کرد. او از سطح پایین شروع به کار کرد. برادرانش او را به گودال افکندند و سپس به بردگی فروختند. یوسف منتظر تایید دیگران نماند. او تصمیم گرفت که تمام تلاش خود را بکند تا بهترین باشد. حتی زمانی که برده بود، استعدادهای خود را گسترش داد. یوسف ارزش خود را به قدری بالا برد که صاحبش او را سرپرست امور خانه کرد. وقتی به او اتهام زده و به زندان افکندند، چنان منظم، مرتب و پرمهارت بود که وی را به عنوان مسئول کل زندان انتخاب کردند. یوسف شخص برجسته‌ای بود و به سمت ترقی حرکت می‌کرد. هنگامی که پادشاه مصر برای اداره امور کشورداری و نیز امور کشاورزی به کسی نیاز داشت، از افراد خود انتخاب نکرد. او یوسف را که زندانی و غریب بود را برای این کار برگزید. چرا؟ چون یوسف در همان جایی که قرار داشت سعی کرد تا مهارت‌های خود را بالا برد. سپس همین استعداد و مهارت بالا او را به جایگاهی بالا رساند. جایی که همکنون قرار دارید را بهانه نکنید تا از رشد و پیشرفت باز بمانید. نگویید من شغل خوبی ندارم. من موقعیتم را دوست ندارم. چون برای من اتفاقات ناعادلانه افتاده است، به همین دلیل شور و اشتیاقم را از دست دادم. به یاد داشته باشید در وجود شما گنج نهفته است. خداوند به شما میگوید که زمان آن رسیده است که از استعدادهای خود استفاده کنید. به خود سختی داده و تعدادی دوره را شرکت کنید و مهارت‌های خود را بالا ببرید. شما باید مؤثر باشید. شما باید فارغ از اینکه کجا هستید از خرد و دانش کافی برخوردار باشید تا مانند یوسف به جایگاه بالایی برسید. راه حل باشید، نه مسئله. یکی از راه‌هایی که شما را ارزشمند و متمایز می‌کند این است که همیشه مشکل گشا باشید. درست مانند حضرت یوسف که همیشه راه حلی برای مشکلات مطرح می‌کرد. برای گفتن این حرف‌ها که بخش ما در حال از هم پاشیدن است. مدیر بخش ما قصد استعفا دارد. باب به جیم توهین کرد و یا کار خود را زود ترک کرد. هیچ کس مالیات ماه گذشته را پرداخت نکرده است و یا من چه کاری میتوانم برای شما انجام دهم؟ نزد رئیس رفته و شکوه و شکایت نکنید. این راه ترفیع گرفتن نیست. اگر شما مسئله‌ای را مطرح می‌کنید، همیشه راه حل خوب را هم برای آن بیان کنید. اگر راه حل ندارید، بنابراین تا زمان یافتن راه حل مناسب مسئله را نزد خود نگه دارید. یک کودک نیز می‌تواند به من بگوید که ساختمان آتش گرفته است. گزارش این اتفاق کار دشواری نیست. این خبر مهارت زیادی نمی‌خواهد، اما من کسی را می‌خواهم که نه تنها به من بگوید که ساختمان آتش گرفته است، بلکه بگوید آتش نشانی در راه است. همه ساکنین سلامت و در امان هستند. به شرکت بیمه خبر دادم و محل‌های موقت اسکان برای ساکنین از پیش تدارک دیده شده است. اگر می‌خواهید برای شرکت خود بسیار ارزشمند باشید، به جای ارائه مشکل‌ها راه حل ارائه دهید. شما برای اینکه به سطوح بعدی بروید چه گام‌هایی را برمی‌دارید؟ آیا برای اینکه همیشه به روز باشید کتاب یا روزنامه می‌خوانید؟ آیا می‌توانید برای مفید واقع بودن در برخی دوره‌ها شرکت کنید؟ گنجینه‌های نهفته را در خود شکوفا کنید. حتی اگر مدرک حرفه‌ای هم داشته باشید، باز هم باید به دنبال یادگیری بیشتر باشید. آیا می‌دانید که بسیاری از مدرک‌ها در کمتر از 5 سال منسوخ می‌شوند؟ جهان خیلی سریع تغییر می‌کند.
اگر به یادگیری و رشد خود ادامه ندهید عقب میمانید. اخیراً با خلبانی صحبت میکردم که میگفت خلبانان هر ساله باید آموخته‌های خود را بروز کنند تا بتوانند به پرواز ادامه دهند. چرا؟ چون فناوری خیلی سریع پیشرفت میکند. مقصد خود را فراموش نکنید. از دانسته‌های قدیمی خود دست بکشید و سعی کنید چیزهای نو بیاموزید. ویل راجرز میگفت حتی اگر در مسیر درست خود باشید اما منفعل باشید و هیچ حرکتی نکنید، سرانجام شما را زیر خواهند گرفت. اگر شما گام‌هایی برای رشد و ترقی خود بر نمی‌دارید، نباید تعجب کنید که کسی سر برسد و ترفیع و ترقی که متعلق به شماست را از آن خود کند. خداوند در آینده شما سطوح جدیدی قرار داده است. اما اگر شما آمادگی پذیرش آن را نداشته باشید و گنجینه‌های نهفته در خود را که خداوند به شما ارزانی داشته است را توسعه ندهید، از رسیدن به آنچه خداوند برای شما در نظر دارد باز خواهید ماند. همه باید یک برنامه رشدی مختص به خودمان داشته باشیم. این برنامه نباید چیز مبهمی باشد، مثل من هر چند وقت یک بار کتاب می‌خوانم. من امسال حتما دوره‌های آموزشی شرکت را خواهم گذراند. نه، شما به یک برنامه خاص‌تر نیاز دارید که نحوه رشد و پیشرفت شما را مشخص کند. این برنامه باید شامل همه مراحلی باشد که شما برای بهتر بودن قدم برمی‌دارید. اجازه دهید چند ایده به شما بدهم. مثلا در هنگام رفتن به محل کار، به جای گوش کردن به رادیو، کتاب‌های صوتی و سیدی‌های آموزشی خوب گوش دهید. به مطالب آموزشی و دیگر مطالبی که برای رشد شما در زمینه‌های شغلیتان کمک می‌کند گوش فرا دهید. هر فرد به طور میانگین سالانه 300 ساعت را در اتومبیل می‌گذراند. شما می‌توانید اتومبیل خود را به یک دانشگاه تبدیل کنید. این زمان بسیار ارزشمند است. فکر کنید ببینید در طی 300 ساعت چه چیزی می‌توانید یاد بگیرید. از آن نهایت استفاده را بکنید. شما حتی می توانید در حین ورزش به موسیقی‌های الهام بخش و آموزنده گوش کنید. همیشه مردم به من میگویند جوئل، من همیشه هنگام دویدن به سخنان شما گوش میکنم. من در باشگاه به سخنان شما گوش میکنم. خانمی به من گفت من هر شب پیش از اینکه به رخت خواب بروم به سخنان شما گوش میکنم، چرا که سخنان شما به من کمک میکند تا راحت بخوابم. من فکر کردم چه عالی. برنده ها کوچکترین کارها را نیز انجام می دهند. این کارهای ساده و کوچک کارهایی هستند که برنده ها برای رشد و پیشرفت خود انجام می دهند. لازم نیست که هر روز 3 ساعت مطالعه کنید. فقط کافی است از ساعت بیکاری خود استفاده کنید. پادکست ها ابزار عالی برای یادگیری هستند. هر زمان که بخواهید می توانید آنها را دانلود کرده و به آن گوش دهید. امسال 100 نسخه از سخنرانی‌های من به طور رایگان در دسترس قرار خواهد گرفت. شما می توانید هرگاه بخواهید به آنها گوش دهید. این یک برنامه عالی برای رشد است. شما برای رشد و پیشرفت به مربی‌های خوب، به افرادی که در جایگاهی که شما قصد دارید به آنجا برسید، به افرادی که بهتر از شما هستند نیاز دارید. بگذارید آنها امید را به زندگی شما هدیه بدهند. به ایده های آنها گوش دهید، از اشتباهات آنها درس بگیرید. بیاموزید که آنها چطور میاندیشند یا چطور به این جایگاه رسیدند. شرکتی برای 100 نفر از کارمندان دوره‌های آموزشی فروش برگزار کرد. سخنران پرسید: آیا کسی نام 3 فروشنده برتر آن را می‌داند؟ همه دست خود را بالا بردند. سپس او پرسید: چه تعداد از شما با این افراد نهار خورده اید؟ و یا برای اینکه بفهمید چطور کار خود را انجام می‌دهند وقت گذرانده اید؟ هیچ کس دست خود را بالا نبرد. در اطراف ما افرادی هستند که خداوند عمدن آنها را در مسیر ما قرار داده است تا بتوانیم از بصیرت، خرد و تجربیات آنها استفاده کنیم. اما ما باید مایل باشیم که از آنها یاد بگیریم. به اطراف نگاه کنید و برنده هایی را بیابید که می توانید از آنها تجربه کسب کنید. با احترام به شما می گویم که وقت با ارزش خود را با افرادی تلف نکنید که در رشد و پیشرفت شما هیچ نقشی ندارند. اگر مدت زیادی با آنها وقت بگذرانید، آنها انرژی و انگیزه شما را خواهند رو بود.
زندگی بسیار کوتاه‌تر از آن است که بخواهید آن را با افرادی که به جایی نرسیدند تلف کنید. برنده‌ها باید با افراد الهام بخش معاشرت کنند. این افراد باعث رشد شما می‌شوند و شما را به چالش می‌کشند تا به جایگاه بالاتر بروید. برنده‌ها هرگز با کسانی معاشرت نمی‌کنند که آنها را به پایین می‌کشانند و متقاعد می‌کنند که در همان جایی که هستند در جا بزنید. جوانان اغلب به جای این که تلاش کنند بهترین باشند، وقت خود را برای محبوبیت و دلخواه دیگران بودن تلف می‌کنند. من متوجه شدم که در سن 20 سالگی برای کسی مهم نیست که آیا شما در دبیرستان شخص محبوبی بوده اید یا نه. کسانی که نیاز به توجه دارند یا لوس هستند و یا جواهرالات زیادی از خود آویزان می کنند و یا کسانی که درس نمی خوانند تنها به این دلیل که از نظر آنها درس خواندن حال آنها را خوب نمی کند، همه بعد از مدتی تغییر می کنند. بنای رشدی متداوم را پیریزی کنید. آنچه مهم است تحصیلات عالی، عادات کاری خوب و نگرش عالی است که برای شما امکان ادامه کار را فراهم می سازد. محبوبیت یعنی دیگران شما را دوست داشته باشند، اما خوشبختی یعنی اینکه شما خودتان را دوست داشته باشید. در بیشتر مدارس گرامر جزو درس‌های محبوب نیست. حضور در گروه ریاضی به اندازه حضور در تیم فوتبال پرطرفدار نیست. برخی از دوستانم افرادی را که عضو گروه‌های مباحثه هستند را به تمسخر می‌گرفتند، اما الان این دوستان برای همان افراد کار می‌کنند. با افراد الهام بخش معاشرت کنید. دوران دبیرستان دوره حساس زندگی و دوران شکلگیری شخصیت ماست. آنقدر که بر ورزش کردن تاکید شده است، بر مطالعه تاکید نشده است. من از کودکی ورزش می‌کردم و هنوز هم ورزش می‌کنم. در مدرسه نظم و انضباط، کار گروهی و پشتکار را به ما آموزش می‌دهند و این بسیار خوب است. اما باید همیشه به ورزش ادامه دهیم. ما قرار نیست برای امرار و معاش ورزش کنیم. از هر 1,000,000 کودک 1 نفر بسکتبال حرفه‌ای بازی می‌کند. من قصد ندارم که باعث ناراحتی و افسوس شما شوم. اما اگر شما سفید پوست باشید، این آمار 1 نفر از بین 5,000,000 نفر است. به طور متوسط دوره فوتبال حرفه‌ای 3 سال و نیم است. حتی اگر با موفقیت آن را به پایان برسانید، باز هم به یک مهارت پایه‌ای خوب برای دوران زندگی بعد از فوتبال نیاز دارید. هنگامی که مطالعه می‌کنید و چیز جدیدی را فرا می‌گیرید و مدرسه را جدی می‌گیرید، ممکن است دیگران شما را بچه خرخوان، دیوانه کتاب، بچه مثبت و بچه درسخوان بنامند، اما نگران این القاب نباشید. چند سال دیگر آنها شما را رئیس صدا خواهند کرد. آنها به شما مدیر عامل، رئیس جمهور، سناتور، کشیش یا دکتر خواهند گفت. توماس ادیسون، هنری فورد و هاروی فایرستون در فلوریدا خانه‌های قشلاقی در کنار یکدیگر داشتند. آنها دوستان صمیمی بودند و تابستان‌های زیادی را با هم گذرانده بودند. کسانی که شما با آنها معاشرت می‌کنید در میزان پیشرفت شما نقش دارند. اگر دوستان شما کری، کرلی و موئی باشند، ممکن است لذت ببرید و با آنها خوش بگذرانید، اما ممکن است به جایی نرسید. شما باید برای زمان ارزش قائل شوید. شما باید زمان را به عنوان یک هدیه الهی مقدس ببینید. خداوند هر روز به ما 86,400 ثانیه هدیه می‌دهد. اگر با افراد تن‌پروری که بدون هیچ هدف و آرزویی وقت خود را به بتالت می‌گذرانند معاشرت کنید، به پیمان خود در قبال آنچه خداوند به شما بخشیده است بدعهدی کرده اید. از زمان همچون پول به درستی استفاده کنید. شما سرنوشتی دارید که باید آن را محقق سازید. خداوند در آینده شما چیزهای شگفت انگیزی قرار داده است. بسیار مهم است که با افراد مناسب رفت و آمد کنید. اگر شما باهوشترین فرد گروه هستید، پس گروه شما خیلی کوچک است. شما باید در میان افرادی باشید که از شما باهوشتر و با استعدادتر هستند. از آنها نترسید، بلکه از آنها انگیزه بگیرید. اگر بذر درخت بلوط را بردارید و آن را در یک گلدان کوچک بکارید، آن درخت هرگز به اندازه معینی که خداوند مقرر فرموده رشد نخواهد کرد. چرا؟ چون فضای کوچک گلدان آن دانه را محدود می کند. خداوند شما را برای انجام کارهای بزرگ آفریده است. او استعداد، مهارت و توانایی را در وجود شما قرار داده است.
ممکن است محیط کوچک باشد و شما را محدود کند و یا افرادی که اطراف شما هستند منفی باشند و موجب درجا زدن شما شوند، اما لازم است که از داخل آن فضای کوچک بیرون بیایید. خداوند شما را آفریده است تا اوج بگیرید. کمک به افراد نیازمند خوب است، اما نباید تمام زمان خود را به آنها اختصاص دهید. شما در زندگی خود به افراد با استعداد و باهوش نیاز دارید. برندهایی که در اطراف شما هستند می توانند الهام بخش شما باشند و شما را به چالش کشیده و به جایگاه بالاتر پیش ببرند. سوال من از شما این است که آیا شما هیچ کاری برای ادامه رشد و پیشرفت خود انجام می دهید؟ اگر نه، همین الان دست به کار شوید که برنامه رشد شخصی تنظیم کنید. این برنامه می تواند چیزی شبیه این باشد: من هر روز صبح برمیخیزم و 20 دقیقه اول را صرف تأمل در کتاب آسمانی می کنم. هنگام رفتن به محل کار CD آموزشی گوش می دهم. شبها قبل از خواب 15 دقیقه کتاب می خوانم. هر ماه 2 بار معلم خصوصی می گیرم و آخر هفته به باشگاه می روم. این یک برنامه مشخص است. هنگامی که شما مسئولیت رشد خود را بر عهده می‌گیرید، خداوند نیز به تلاش‌های شما ارج نهاده و به شما کمک می‌کند. ترفیع، پیشرفت، اتفاقات خوب، کتاب‌ها و ارتباطات الهی در آینده شما قرار دارند. حال زمان آن رسیده است که آماده شوید. مقصد خود را فراموش نکنید. در وجود شما گنجی نهفته است که منتظر توسعه است. اگر همواره مهارت‌های خود را بالا ببرید و برای درخشیدن تلاش کنید، خداوند قول داده است که استعدادهای شما را شکوفا کند و شما را به جایگاه بالاتر ببرد. من معتقد هستم چون شما آماده هستید، بنابراین خداوند شما را به سوی کمال سوق خواهد داد و درهایی را به روی شما خواهد گشود که هیچ کس را قادر به بستن آن نیست. به جایگاهی خواهد برد که فراتر از تصورات شماست و شما را به آن برنده‌ای تبدیل خواهد کرد که در سرنوشت شما مکتوب شده است. زمان را ارج دهید. تصمیم بگیرید هر روز به سمت رشد و پیشرفت گام بردارید.